عباس بله بیایی میگو کتابچه همین دفتر چیزا پیدا کردن نسلار صحیح نکنه کی بوده کی بداده میگو بله تو یک کار کن میشم چی میگم همین پریش مادر تو بترسیده همین مینه این چیز یابد به تمیز سرا از مینه بترسیده؟ مادرمه؟ با اوشم با پریشه من خیلی با نصف شب بیدم بیاره به تاب گوش برای نور میزنه وقت استامی تا صاحب مخرب نشده می تحویل نکردم تو خدایا این چیزیه ما سو دیوار زدم گفتم ایوان یک گناه داره و خیلی برده و برای را درگم کنه چکار کنم می؟ بده به می اقام سره بده جواب گله کی میده با؟ جواب گله که من میدم بخی خب که من میسا برسه کن که کی برده کی بده خب آنها رو گم میکنم آنها تو دل جمع کردی یا نه؟ من نگاه کم غلایی که دیگی برای کار خوب نه دیگه میول میکنم یک مادر داریم دو دستم بگیره با سری خواه جانه ایلا جو با میخونی منو جمع میکنم ای دو دست خور بگیره ور بداره ای لای کم شوه در رای سری نکن با تو چه؟ استا بگی خوب برای نختی چوب کو 5 دقیقه من سرمار بی چی دیدی بگو با تو گفتم همون مینور بدی با من که نداری نه بابا او گردن من بند باشور مال حقیقت تو قیافه تو عباس بیشتر مایم عباس هم بگو عباس قرار کرده وردش اون ببرد بفرشی چه؟ عباس چون وردش ببرد بفرشی عباس ببرد بفرشید؟ بلیا تو کجا بفرشید؟ مخوانت از سرا برآوردش ببرد بدیدی تو داغ کرد بفرشید برآورد کار گفتم گیلا برارمه جیگرمه قطع والله تو بدیدم تو آل دی گبزی جوجه مینامه کی وردش؟ عباس میگو وردش ببرد بفروخ با چند داده مینام؟ 50 روپیه بابا با 110 روپیه خیلی دو مر به 50 کو عباس عباس برا با مکتب حالا به جوجه مینام نیه بسلا؟ نه بابا بفروخ برا کار خوب 50 دم بکشی خوب به خدا نه نمیتخیص کرده میرم رو به مکتب برو به هر جا می برو حالا که بفروخ عدد تو بابا باخچه باشه خوبه برو باخچه باشه علفال دسته کو خوبه برو تو وردار داری ای مگیلک تو داکو ماما جان من میام با داخل مکتب میام همینجا ما براخ و کار دارم برا شما کی نه؟ اسمی عباسه شما می در وا کنید کجاییم؟ اجازه باشو بگیرم بله؟ اجازه بگیرم از میرسه بله کجا منم ما برار من اینجا با داخل مکتبه همین شما بس اگه ما اجازه بگیریم بعدا ما بیایم من میرم براخ رو نگاه کنم خب براشو نگاه بکنیم قانونه بعد قانون شما اجرا بکنیم بعد خودتون نکنیم باشه خب اینجوریه نشه اینجوری نشه دیگه طبق قانون حساب بشیم والا همینجوری بس نشین بعد خوبه اشتافته سلام علیکم نم برای شما چیه؟ بله نم برای شما نم برار من عباس ولد پیار من ولد پیار شما؟ پیار ماما نوروزم ماما نوروزم خب ما از زیر بداییم عباس ولد ماما نوروز خب بیاین کجا بیام؟ برم به سنفره درسته بله خب شاگرد عزیز ایران بنویسیم شما در مکتب چی چیزهای را یاد میگیرید؟ بنویسیم
یا برادر چی گپ لالا خیریته؟ کی نمینا؟ معلم ها معلم صاحب جوجه مینا بردش بیا ورده بس میشه نمایشون به کجا برده؟ بیا برادر بیا این بر این سر سیف جای کارانیه بیا تو سکو داده به بچه ها میگن چای کمتر بندن تا که تو سکو فقط خون کرک اینو اشتو بخورم حالا دیگه تو بدار ما خودت نمون ناکو شوخی غیر از شوخی دیگه طاقت تو نمیاد بابا خونه باش مالختا بری کنم شما کار دارم خوبه میشته طلا خموش شده تا میتونم چای من کنم ترکیب خب چی میسی؟ بابا ها خود شما صبح نگفتی که این مینه را خونه گم کو ما گفتم مدام من ایل داده بود نه مادر تام هل داده بود تو هم کار کرده بودی خب ما وقت مینه بعد این بچه هم سه و پنجر بیه خب وقت ما مکتب خب بابا خب دیدم که هم یک دم معلوم که اینو درس میداد به ما نه درس میداد هم یک دم گله هم تا صنف ما بابا تا مکتب داخل صنف ما بابا خب بیام من که ساعت درسی خب ترابم تا گوش میداره بابا که مینه من کجا کردی اینه دیونه شده بوده و تصمیم فهمده بوده تاثیر بابا چه ضربه مرسی حالت که کسان میپله به جلو بچه میگه پولا بده چه مینه رو بفروختی بابا آخه دایی که بیریش معلم گفت اگه به چه بی فرهنگی خب این بیان به تصمیم فهمده به جلو معلم خادم جنگ میکنه به ما به تا گوش میزنه خاله به سرای باش میبرم با خود گپ میزنم به سرا من چای خوب خورم با معلم مامی تا گفته تو دیگه چی نمیفتی بریو نه بابا به جلو معلم خواهی میتونست مثل چیزی بگم خب باش من میرم گوارم میارم تو سرا میرم خود گپ میزنم همینا رو انجام کنم خب خوب بینه که گوار بیاره میرم گوارم بیارم اگر زی خلق ملامت و اگر ز پیرن دامت بدیدم از تو بدیدم گله اشته سه چهار تا چپاتی بخوری که کرای کنه تو مرزیدی اما تو زنبه بیا یه اینجا گفت تو به مکتب مرزیدی نه تو مر بتا مکتب زدی الان بابا امی تو بیا سهرا که تور بزنه یعنی چهار چپاتی تو بزنه که کرای کنه بابا تو نزدم من سارا نبیدم من کجا بیدی؟ باختی من دماغ صاف تو ندیدم تو بابا ندید؟ بابا ها نه پس خوب میشه به جلوی ما بزنه توفی سه کن تو اشته میزنه چند پنج شش چپاتی تو بزنه چی هر دفعه توش بیاد نمیدونی ما که مکتب بیا نو پیا خان اختلاط کردیم چی اختلاف تو کردی بیا تا مکتب و جلوی معلم خودم جنگ کرده به تا گوش میزده معلم گفته اشته به چی بی فرهنگیه ما به جلوی معلم خودت چیزی گفته نمیتونه سامان میتونم دام تو بزن که دندونات به دیوار بخوره کلت به دیوار بخوره ما به جلوی معلم خیلی احترام گرفتیم و تو چی نگفتم حالی میتونی دیگه من بزنی به دیوار که بخورم نمیتونم من نمیذارم تو خنده چی بود؟ خنده از این بود که من میشه و کیف میکنم که تو سکم بابا اشته میزنه به جلوی بابا بزنه نه من میره از تو میپرسم زور تو که نکشه زور بابا میکشه بابا اشته نمیکشه اما بابا میتونه تو را سخت بلا که من زمین زنه نمان جور نکن نکن بده قلم خود من بیا فهمیدی؟ خب میشه تو میزنه فرمایش دیگه باشه دیگه چی فرمایش نیست ماله میزنی تو باشه بابا بیایه بزن دوال واکو بیاره بده دولین که من نمیره دوال واکو که خشمای شمشه بابا گفته که میرم گوارم واکو رو تو بیارم میرم گله کردم کاری چند چپاته بزن که آدم شه والا بابا برات گوار افتاد برات گوار افته میای آره دروغ ندی که بمونه گوار میای نه گوار میاره بیا کجا میری من دیگه به خانه بشی